دوستان یه خورده کار عجله‌ای شده به خاطر اینکه خب این سالمندایی که میری بهشون سر میزنیم خب سر وقت باید غذا بخورن که بعدش دارو بخورن. به خاطر همین یه خورده عقب افتادم چون یه جوری برنامه‌ریزی کردن که راه‌ها خیلی دوره، یعنی با ماشین خیلی باید رانندگی کنی بین مریضا. به خاطر همین اگه نشناسیشون از قبل خیلی سخت میشه. به خاطر همین منم درست نمیشناختم و عقب افتادم، ولی حالا سعی میکنم که خود سریعتر برم تا این عقب افتادگی رو جبران کنم که بتونم سر وقت مریضا سر بزنم، غذاشون رو بهشون بدم، چون غذا باید بخورن دیگه، چون براشون غذا خیلی مهمه. و همونطور که میبینید الان روزی یک شنبه است، تعطیل، بیشتر مردم خونه هاشونن، ولی همچنان شلوغ دیگه. هوای خورده آفتابی، میام بیرون برای خرید، حالا دوری بزنن، یه شهری برن. روز تعطیل بودن دیگه. اینو میگیرم برای کسایی که میخوان توی این خونه سالمندان یا با این پنخونه‌ها که بهش همون سالمند میگن کار کنن. کارش میتونه خیلی استرسی باشه برای کسایی که کار نکردن. یه خورده استرسیه، چون استرس میگیره آدم. در کل این کارهایی است که باید پرو باشی، زنگ بزنی به همکارات بهت کمک کنن، در غیر این صورت عقب میافتادم. شلوغ اینجا، ترافیک، نمیدونم دلیل ترافیک چیه. خب دوستان من برم پیش مریض بعدیم، بعد به شما زنگ میزنم. خب دوستان من برم پیش مریض بعدیم، رسیدم بهش. فیلمو قطع میکنم چون امکان داره که یه کسی که توی این حالا کمون بهش میگن شهرداری کار میکنه، مسئول این مریضاست، من رو ببینه، چون خونه هاشون اونا بیشتر تو همین شهره. بد میشه واسه هم میگن که تو چرا موقع کار دوستان برم پیش مریض بعدی. اینم یه غذاست واسش گرم کنم بهش بدم بخوره و بعد باید تخت گاز برم به سمت مریضای دیگه چون یه خورده عقبم. پس فعلا خدا نگهدار.